با سلام خدمت کاربران عزیز فروشگاه رادار اسپید. امروز در خدمتتون هستیم با آموزش نصب اکانت ویتوری بر روی گوشی‌های اندروید. برای این کار شما ابتدا باید وارد پنل کاربریتون بشید و لینک حساب خودتون رو دریافت کنید و کپی کنید. وارد پنل کاربری میشم. بخش منو، مشاهده و تمدید، روبروی اکانت منظرتون مشاهده اطلاعات رو میزنید. در این صفحه یه گزینه هست کپی کردن لینک حساب. لینک حسابتون رو کپی میکنید و در داخل مرورگرتون پیست میکنید. همطور که مشاهده میکنید زمانی که لینک حساب رو کپی کردم و پیست کردم یه صفحه مثل پنل کاربری واسه من بالا اومد. همونطور که اطلاع دارید اکانت هایی که توسط فروشگاه رادار اسپید ارائه میشه به صورت لینک حساب هستش. یعنی شما یک اکانت دارید و چند تا کانفیگ مختلف دریافت میکنید. زمانی که این لینک حساب رو اجرا کردید نام کاربریتون رو اینجا میتونید نگاه کنید، میزان استفادهتون، تاریخ پایان اشتراک، روزهای باقی مانده‌تون. در این بخش کامل توضیح دادیم که چطور شما میتونید با گوشی اندروید، iOS، ویندوز وصل بشید. در این آموزش ما میخوایم فعلا در مورد اندروید صحبت کنیم. در ویدیوی بعدی در مورد iOS و ویندوز تهیه میکنیم و داخل آپارات قرار میدیم. خب شما برنامه رو مشخص میکنید، میگه چه برنامه‌ای میخوای انتخاب کنی و استفاده کنی. میزنید که برنامه ویتوری NG. برنامه رو دانلود میکنید. زمانی که برنامه رو دانلود کردین زده واسه افزودن کانفیگ ها روی افزودن به برنامه بزنید. من این کار رو انجام میدم. افزودن به برنامه میزنم. مجددا میایم اینجا زده مرحله سوم بروزرسانی اشتراک. چجوری باید بروزرسانی کنیم؟ میایم بالا 3 نقطه رو میزنیم و آپدیت سابسکریپشن رو میزنیم. همونطور که مشاهده میکنید شما یک اکانت تهیه کردید و این چند تا کانفیگ مختلف دریافت کردید. خوبی این موضوع اینه که شما میتونید بهترین سرعت رو داشته باشید، به خاطر اینکه کانفیگ های گذاشتیم که ویژه ایرانسل، کانفیگ گذاشتیم که ویژه همراه اوله و سرعت های فوق العاده بالایی دارن. و باز مجدد این که شما در هر صورت کانکتید، یعنی ما چند تا کانفیگ های مختلف گذاشتیم که مشتری در هر صورت کانکت بشه. و ببینید من پینگا رو شما نگاه کنید، پینگایی که پایین هستش 233 مثلا واسه همه اپراتوراست که پینگش بالاتره، مثلا ویژه همراه اول 155. پینگا فوق العاده است. و موضوع دیگه که وجود داره، در صورتی که شما قطع شدید، مشکلی واسهتون به وجود اومد، دیگه نیاز نیست شما کانفیگ مجدد دریافت کنید. کافیه که وارد 3 نقطه بشین و آپدیت سابسکریپشن رو بزنید و باز مجددا کانفیگ های جدیدتون رو دریافت کنید. یه موضوعی که از خیلی سوال میپرسم در مورد این لینک سابسکریپشن، شما کانفیگ های مختلف می‌بینید همه به یک سرور کانکت شده، یعنی آی پی ثابت هستش، به مشکل نمیخورید. اونایی که نگران آی پی ثابت هستن نگران نباشن، به مشکل نمیخورن. روش ها فرق میکنه. یه روش هستش روی ایرانسل خیلی سرعتش بهتر جواب میده، یه روش هست روی همراه اول بهتر جواب میده، یه روش هست مثلا روی رایتل اینا هستش که واسه همه اپراتورها اونو گذاشتیم. در این بالا هم شما میتونید خیلی راحت آیدیتون و وضعیت اکانتتون که فعال تیک خورده اینجا و میزان ترافیک مصرفیتون و میزان اینکه چند روز از تاریخ انقضا حالا تاریخ اکانتتون باقی مونده رو کامل مشاهده کنید. و رادار اسپید هم اینجا نوشتیم که کانال اطلاع رسانی اون هستش، حتما داخلش عضو بشید. و کار کردن دید خیلی راحت تونستیم اکانتی که از سایت رادار اسپید تهیه کردیم و داخل نرم افزار ویتوری NG اد بکنیم. بریم تو این صفحه. نرم افزار دیگه ای هم هستش مثل نکو باکس که اینم دقیقاً به همین شکله. شما برنامه رو دانلود میکنید و افزودن به برنامه میزنید. بنا کنید میگه شما میخواین یه ایمپورت کنید یه لینک سابسکریپشن رو، میگم بله. زمانی که ایمپورت میکنید به همین راحت تمام کانفیگا رو واسم اد میکنه و میام تو بخش کانفیگوریشن، اینجا لینک های سابقه‌مو میبینم. حالا بعضی دوستان از نرم افزار نکو باکس استفاده کنن و خیلی راحت ویژه ایرانسل کانفیگ های مختلفمو میتونم ببینم و باشون متصل بشم. تو نرم افزار نکو باکس چجوری آپدیت میشه؟ میایین تو بخش گروپ، اینجا یه گزینه داره به اسم آپدیت.
شما اگر قطع شدین با هیچ کدوم از کانفیگ نتونستی استفاده کنید، میتونید لینک حسابتون رو آپدیت کنید. این ویژگی خیلی خوبه که دیگه نیاز نیستش کانفیگ جدید در طریق سایت بخواید دریافت کنید و دست ما رو هم باز میذاره که بتونیم کانفیگا رو تغییر بدیم و سرعت بهتری رو بتونیم به کاربرمون ارائه بدیم. و به این شکل بریم وارد لینک حسابمون بشیم. پس این بخش اندرویده. تو این صفحه باز ما اومدیم کانفیگاتون رو به صورت تکی هم گذاشتیم، ولی پیشنهادمون که حتما از طریق لینک ساب اد بکنید که بتونید کانفیگاتون رو راحت آپدیت بکنید، وگرنه شما میتونید اینجا کانفیگاتون رو به صورت خیلی راحت کپی کنید و به صورت تکی داخل اکانت ویترویتون اد بکنید و اینجا هم QR کدش هم میتونید بکنید که خیلی راحت روی گوشی دیگه باشه که بتونید اد بکنید. تو این بخش هم که پشت این تلگرام گذاشتیم که میتونید پیام بذارید و راهنماییتون میکنیم و کلیپ های دیگه میذاریم واسهتون، واسه iOS و ویندوز هم واسهتون میذارم. خیلی راحت روی iOS و ویندوز هم، اونم بخش اتوماتیک ده، راحت اکانتتون اد میشه.